Kinesa яка, I'm берем бренджантан. Салом алейкум. بیا تلفن سوار کرد. راست تنم آمد تمام خدای سوی نازی سرجان کنیم یه چند رو خوش کنیم بیا اون چیزایی برام بشه کار وقتم که جواب میدم اکا راست من کلی با گوش کرده کلام ترکی حرمت نکنیم با پول گوشم کرده با خدا قسم که یا بخیر حالم دا زور یگای نزد فلای میکنش اول نرسیدم دیمش سردار اویلا گذارم میگم سینش کوارتی را کوفتیسام پروستا وقت میگیره نکرد پروستا جوت یا تاکسرا Ne Paris'teydi pardon. رئیسی شرورا این اکا غیر قانونی این از اینا پویا موندی خونه مردم مجبوری زده در شکسته درومده سن ابلا و شهر شرورا حجت را پیشنهاد کردگی مکا غیر قانونی اومده استان دست مونده سپیس داریم این ای کارگرای مقامات ایسور یک قیمت گپ خبر با کدام گناهگار درسته؟ ما کالونج دام بسین یا دست نبرد ماشین چقدر مفروری دو داری مرا کاغذت کو؟ کاغذت کو؟ پویسکارای که خونه پویسکارای که نمیگیرم تلفن نه قبل دو داری مرا این یا تشینایی یا تشینایی به از نوانی درونی ماشین اومده آدم را مفروره نه چی بکنی؟ چی رفتم؟ رفتم پویسکارای میکنه در قرشه به خونه را پویسکارای کنه ایسر اومده نمیدونی سولی به امینو نام فامیلی ما را نمیدونی اومده بوده سی تو چه سورا دست نیست اومده همجا ما را نام فامیلی با ما را میپرسه 82 اگه جوشی کدام دلی؟ دلی سینو سینو دی؟ نامی آدم آمده چه میبینی برداریش؟ نامی اونا صورت چنشان صورت هم بیار آدم ها زنگ زن شاد نداری کار میکنی سرش بپه سرش بپه سرش بپه حقیقتا نداری سرته سرته نم خیلی سرش بپه گاب دینم جا دور به برگ رو باید کسا فیرات که بیا گاب میزنی کتشم بی زنگ زن شو پنس نمیو این زنگ بزنه این تلفناتون میلیسا کار میکنی من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می داریم. دعای خیر به شما می دهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت انمی مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب ان همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند.
اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا میگذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندهای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کنه که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. نگاد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و می پرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خیل خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بدهی. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانش نآمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدن، گفتن من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبری مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گویا بنده خدا گفت
در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد. این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت